موضوع عکس و تصویر اگر متوجه شویم، عموم بلوا شده. بلوا ایت عموم بلوا شده که ملا و غیر ملا، ریسفید و جوان، طفل، مرد و زن کلش دارنی موبایل و یک فتنه بزرگ است. الله از این فتنه ها نجات نصیب بگرداند، خصوصا جوانا و اطفال ما کلگی د ای اخته هستند. کسی د گیم اخته است، کسی د فیسبوک و کسی د یوتیوب و کسی د ټیک ټاک و کسی د یکی و کسی د دگه. تلویزیون علی مردم فراموش کردن. سابق که د خانه کس تلویزیون می برده هو میگه این دجال د خانه برده. چی برده؟ علی هر کس د مجیب خود میگردانه. سابق د مخانه سرش می شرمیدن، علی د مسجد می برن، علی د مسجد می برن. صحیح است؟ د مسجد معتکفین هم یگان سوالات می آمد، معتکفین هم داشتن د حالت اعتکاف در رمضان د این مساجد. یگان تخویتم یگان مسیج ما داشتم که چی می زدن؟ گیم می زدن در داخل اعتکاف. ما گفتم خوب ساعت شانتی رس آمدن در مسجد جوانا در اعتکاف و جب از گیم می زنن در موبایل. به هر حال بسیار یک فتنه بزرگ است، بسیار زیاد. شاید تجربه کرده باشیم، وقت ما ضایع میشه، پول ما ضایع میشه. صحیح است؟ تاکه دو ایمبی و پیسه نندازی هیچ حرکت نمیکنه، مجبور استی که پیسه انداخته بری. وار چقه که پیش میری امو که پیش میره، خلاصی نداره. به خواب میسازه تو را، نمازایت خراب میسازه، تقسیم اوقاتت خراب، پولت خراب، وقتت خراب. این نقصانات دنیوی و اخروی داره. دی شک و شبهه نیست، دی شک و شبهه نیست که بسیار یک فتنه بزرگ است. علی آمده و ای تو مردم مصروف شدن دی که بسیار کارا به ای وابسته است که بدون ازی بسیار تاجرال پیش رفته نمیتانند. صحیح است؟ این موضوع یک قضیه موضوع است که اینقدر زیاد شده استعمال ازی. دی راستا کوشش کنیم که درست استفاده و درست استعمال شود. چیزی نه شریعت داشته باشیم که مطابق شریعت باشد، خلاف شریعت نباشد. الله از پیش ما خفه نشود. در یک نکته متوجه باشیم. موضوع اساسی که در اینجا مطرح است، امی عکسی که به موبایل گرفته میشه یا از کامera گرفته میشه، حیثیت شرعی ازی که در شریعت ای رواست یا ناروا. عکس گرفتن دئی دو نظر دارن علماء معاصر. علماء معاصر یک نظری هست حکم ازی عکس که با دیجیتال و با الکترونیک، با موبایل و با کامرا و با تلویزیون و با چیزا می آیا، این مانند تصویر هست و در مورد تصویر در احادیث گهربار پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بسیار احادیث آمده. بسیار احادیث آمده. در یک حدیث پیامبر ما می فرماید، روایت صحیح مسلم شریف است، اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون او کما قال. سخترین عذاب در روز قیامت برای کسانی برای تصویر گیرنده است. کسانی که تصویر جور میکنن، تصویر میگیرن. سخترین عذاب در روز قیامت گفته میشه به این تصویر جور کننده که دی روح پرتی او نمیتانه. چقدر سخت عذاب است، بسیار سخت عذاب. نظر اول علمائی هست که حکم ازی عکس دیجیتال مانند اونمو تصویر است که در احادیث ممانعات آمده، باید استفاده نشوه. نظر دوم علما که اکثر علمای مصر، سعودی و علمای دیوبند خصوصا شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی در دو جایی بحث گرفته، مقدمه فتح الملهم و فتاوی عثمانیه. در اینجا می فرماید که این موضوع عکس ای در حکم تصویر نیست. ای که دیجیتال هست، سایه نداره، وجود فیزیکی نداره، از زیر پرند نبرآمده، مثل یک سایه هست، یک چیزی هست که در داخل میموری هست یا در داخل موبایل هست، مثل که با آینه سیل کنی یا در سر آب سیل کنی، یک چیز معلوم میشه نه؟ این یک چیزی است که وجود بیرونی نداره، وجود خارجی نداره،
پس بناء میگه این عکس مشکل نداره. عکس کامرا، عکس موبایل، تلویزیون است، عکس یزی، تصویر یزی، ویدیو یزی مشکل نداره. خو زمانی که اسپرینت برآمد، د کاغذ برآمد، وجود فیزیکی وجود خارجی پیدا کرد، در او صورت باز این ناروا میشه و حرام میشه. و موضوع شق سوم یزی موضوع تصویره که در سر پیسه است. یگان پیسه تصویر دارن نه، مثل دلار یا پیسه پاکستانی یا دیگه پیسه. او باز یا عکسایی که در سر تذکره است یا عکسایی که در سر پاسپورت است، او بالاتفاق مشکل نداره که بنا بر ضرورت است. او بنا بر ضرورت است، برای ضرورت مشکل نداره. علی میم جمع بندی میکنم این موضوع را. احتیاط دایی هست، احتیاط دایی هست در شریعت که ازی حذر شوه عکس کشیدن بیجای ویدیو ایگپا احتیاط شوه. یک احتیاطش دی نمیز که حذر شوه گرفته نشوه، بقدر ضرورت فقط استفاده شوه، بقدر ضرورت. و یک نکته که در ذهن ما می تحلیل ما هست که دنیا فعلا به سیستم رسیده که بلا ناغا مجبور هستی که از این چیزا استفاده بکنی. دشمن از این ناحیه سر جوانان، سر نسل آینده کار کرده میره. از موبایل و تلویزیون خو هیچ کس خلاصی نداره. گفتم که مرد و زن، سفید و جوان، خرد و کلان، کلش به اخته هستن به موبایل. همینطور است یا نیست؟ زمانی که کل ما در این مبتلا هستیم، پس در اینجا ما مسئولیت داریم که دفاع از غربی ها و دفاع از کسانی که سر مفکوره و سر عقیده مسلمان ها کار میکنن، از وقت دفاعیه باید داشته باشیم. علی من من حیث ملا که ما بگویم که از این چیزا استفاده نمی کنم، صحیح است. یک کسی که خلاف دین از این چیزا استفاده میکنه، دفاع از او سر من لازم هست یا نیست؟ جواب بگویم لازم هست یا نیست؟ من خاموش بشینم در کنج مسجد یا او را باید دفاع بکنم؟ او را باید جواب بگویم. صحیح است نه؟ او را باید جواب بگویم. این مسئولیت ما هست. یک کس سر دین تعارض میکنه، سر دین تمسخر میکنه، یک موضوعی به مسلمانان و به جوانان میرسانه خلاف دین، ما باید از او دفاع داشته باشم. علی این چیزها را ما بند کنم و در کنج مسجد برای 50 نفر و 100 نفر که از صبح تا شام بگویم دفاع از او خو نشد. یک ضرب المثل است، میگه لباس دشمن که در جان نپوشی دشمن شکست داده نمیتانی. لباس دشمن که از خود نکنی دشمن شکست داده نمیتانی. علی مجبور هستیم، مجبوریت هست که از این چیزا استفاده شوه به خاطر دفاع دشمن، به خاطر حمایت دین، به خاطر حمایت اسلام، به خاطر حمایت شریعت. پس بنا حاصلی شد، بنا به مجبوریت استفاده شوه. یک دوم استفاده درست صورت بگیره. استفاده درست بگیره که این صدقه جاریه میشه برای آینده ما. این کلش در صفحات میمانه. معلوم نیست که یک روز بعد، یک سال بعد، 2 سال بعد فوت میکنی. در این صفحات یک چیزی باشه که کسی میبینه به تو خیرش برسه، ثوابش برسه. یک چیز نباشه که عذاب جاریه باشه به تو، سبب گمراهی دیگه مردم شده باشی، سبب گمراهی دیگه مردم که باز عذابش و توش به تو هم رسیده برای خدای نخواسته. حاصلی شد اول تا حد امکان از چیزای فضول استفاده نکنیم، خودداری بکنیم. تا حد ضرورت استعمال شوه یک، و درست استفاده شوه تاکه در خدمت دین مصرف شوه، در خدمت دین، در تقویت دین، در تقویت اسلام، به خاطر هدایت جوانان، به خاطر ازی استفاده شوه. انشاءالله که الله سر ثواب هم مرتب خواهد کرد و مجبوریت های وقت از ازی خلاصی نداریم.